آخرین شانس برای قهرمانی با پیراهن آرژانتین، اونم در مسابقاتی که برای بسیاری از هوادارانش حکم خداحافظی با این رقابت رو داشت و مسی با تمام قدرت آرژانتین رو به قهرمانی جهان میرسونه و رویای دیرینش رو به واقعیت تبدیل میکنه. این افتخار نهایی همراه با کسب 8مین توپ طلا جایی برای تردید باقی نمیذاره که اون به قله‌ای رسیده که شاید تا سالیان سال برای فوتبالیستای نسل بعد دست نیافتنی باقی بمونه. این داستان لیونل مسی بود، پسری که از کوچه‌های خاکی روزاریو شروع کرد و با قلبی پر از عشق به فوتبال و اراده بی‌پایان به بالاترین قله‌های دنیا رسید. اون نه تنها با استعداد خالص بلکه با تعهد، جنگندگی و فروتنی همیشگی خودش به ما یاد داد که قهرمانی یعنی غلبه بر چالش‌ها و هرگز تسلیم نشدن.